دیروز ضمن یک چهاربینی متنطن در کتابخانه ملی تاجیکستان مراسم جایزه سپاری به غالیبان آزمون کلک سبز برگزار شد. در آزمون مذکور طالب لقمان مقام اول، بزرگمهر بهادر مقام دوم و محیدین صبوری مقام سوم را به دست آوردند. آزمون مذکور را هفته‌نامه تاجیکستان میان شاعران جوان برگزار نمود. در آزمون زیاده از 100 نفر قلمکشان تا 35 ساله شرکت کردند که اشعارشان طول 5 ماه در صحیفه های تاجیکستان به تب رسید. کاری که هفته‌وار تاجیکستان کرد نهایت کار ثواب است. اولا اینکه اینقدر شاعران جوان را در صحیفه های خود جمع آورد و نمونه اشعارشان را چاپ کرد. زیرا البته شعر چاپ کردن در مطبوعات نه همیشه به همه جوان ها دست می‌دهد. چاپ کرده شدن شعرهای شاعرای جوان خیلی قابل دستگیری است و باید سپاسگزار باشه و به ضمن این اشعار را همچون کتابچه نشر کردن از این هم ثواب بیشتری دارد. من بسیار خوش هستم که هفته‌نامه تاجیکستان یک نقش در رشد شعر تاجیک، در دستگیری شاعران جوان، نوقلمان، آنهایی که به عرصه ادبیات نو قدم می‌نهادند نقش می‌بازد. شما خوب می‌دانید که تاجیک با شعرش زنده است. طولی بیش از 1000 سال شعر تاجیک بود که نام تاجیک را زنده داشت، نام تاجیک را در جهان پهن کرد و مردم تاجیک را معروف ساخت. همچنین در این چهاربینی هنرمندان معروف کشور مهرخسار صفیه و قبیلجان ظریپov و ارکین آدینایو هنرنمایی نمودند. اینچنین در رفت محفل غالیبان و اشتراکچیان آزمون از شعرهای نو خویش قرائت نمودند. تا ببیند که در اقلیم خنک سیر فراق دور از لانه گرمی پدری بچه او مرغکی کوچی رهدور چه حال دارد، تا بداند که در این دور پر از آز و نیاز ناز پرورده وی در سر خویش چه گمانها و چه سودا و خیال دارد، خاطر آشفته به درگاه و درم می آید. غالیبان تأثیرات خود را از آزمون چنین بیان کردند. من از این آزمون خیلی خرسند هستم و صمیمانه از تحت دل اسبار سپاس می نمایم به برپا کنندگان این آزمون محتشم و پر افتخار، از جمله به روزنامه‌نگار سرشناس کشورمان استاد شریف همدمپور و دیگر هیئت ایجادی هفته‌نامه با نفوذ خواندنی و دوست داشتنی تاجیکستان. این آزمون به ما امکان می‌دهد که در فضای بازتر پرواز کنیم و ما رو تکان می‌دهد، سبق می‌دهد که در راه سخن ثابت قدمانه‌تر حرکت کنیم و به سوی قله‌های نو رهسپار شویم. من باور نداشتم که بار سیوم در آزمون سیوم با ناگهان جای سیوم بود که ناگهان با یک زینه بالا میبرم. من فکر میکنم این بار اگر آزمون کردید از 2 به 1 گذشتن در پیش ما خیلی یاد میگذاریم. ما خیلی خوشبختیم، خوشحالیم که شعر ما را امروز قدردانی میکنن. ما امروز خیلی خوشبختیم که شعر امروز در جامعه تاجیکستان دل میزند، گل میکند و شنونده های خیلی خوب دارد، شنونده های دلگرم و چهره گرم دارد.